امروز قراره با هم دیگه به این بپردازیم که توی 1 ژوئن که بازی فینال چمپیونز لیگ بین دو تیم بورسیا دورتموند و رئال مادرید هستش، کدوم تیم قراره قهرمان این دوره بشه؟ رئال مادرید با 14 قهرمانی تونسته بیشترین قهرمانی رو داشته باشه. حالا اون قراره 15می رو کسب کنه یا دورتموند قراره به قهرمانی دومش برسه؟ رئال مادرید که همه به عنوان پادشاه اروپا میشناسنش، تا الان تونسته 14 بار قهرمان چمپیونز لیگ بشه و 3 بارم دوم بشه. از اون طرف هم دورتموند تونسته 1 بار توی سال 97 اول بشه و 1 بارم توی سال 2013 مقابل بایر مونیخ که باخت دوم بشه. رئال مادرید توی سال 62، 64 و 1981 تونسته بود به مقام دومی دست پیدا کنه که از اون موقع تا الان یعنی یه حدودای 43 ساله که رئال مادرید این رویداد رو توی فینال نباخته و یه جورایی هم که خب میشه گفت یه رکورد فوق‌العاده است که توی فینال ها چمپیونز لیگ رو نمیبازه رئال مادرید. پس این یه امتیاز مثبت برای رئال مادرید حساب میشه. دو تیم تا به حال 14 بار مقابل همدیگه قرار گرفتن. 6 بارش رو تونسته رئال مادرید ببره، 3 بارش رو تونسته بورسیا دورتموند ببره و 5 بارش هم مساوی شده. و اگرم دقت کنید به این موضوع، خیلی جالبه که بهتون بگم که بار اوله که دو تیم بورسیا دورتموند و رئال مادرید قراره سر جام بجنگن و این یعنی که اولین فینالیه که رئال مادرید و بورسیا دورتموند تو این 14 در واقع میشه گفت تو این 15 بازی مقابل همدیگه دارن. رئال مادرید به خاطر بردای بیشتری که داره یه امتیاز دیگه هم میگیره. توی مرحله حذفی دورتموند تا الان تونسته پی اس وی رو ببره، اتلتیکو مادرید رو ببره و در نهایت هم پاریس سن ژرمن رو ببره و به فینال برسه. از اون طرف هم رئال مادرید تونستش که لایپزیگ رو ببره، بعد از اون منسیتی رو ببره و بعد از اونم با برد بایر مونیخ به فینال برسه. که خیلی جالبه که توی این 4 مرحله‌ای که آخریش هم با دورتمونده، رئال مادرید در این 4 تا بازی 3 تاشو با آلمانیا داشته که در واقع ببینیم میتونه به نظرتون دورتموند رو توی فینال هم ببره و این رکورد رو تکمیل کنه یا نه. از اون طرف رئال مادرید توی این 4 تا بازی در واقع میشه گفت توی این 3 تا بازی که رفت و برگشتش میشه 6 تا، تونسته 10 تا گل بزنه و 8 تا گل هم دریافت کرده و از این نظر توی گلزنی با دورتموند برابره، چون دورتموندی‌ها هم تونستن 10 تا گل بزنن اما فقط حمله‌های دو تیم مثل همه، ولی آمار دفاعی دورتموند خیلی بهتر بوده. پس این یه امتیاز برای دورتمونده. از لحاظ در اختیار داشتن بازیکن‌های اصلی، دورتموند برای بازی با رئال مادرید هالر رو در اختیار نداره و از اون طرف هم رئال مادرید برای بازی با دورتموند شوامنی رو در اختیار نداره. یعنی اینکه تمامی دفاع‌ها و دروازه‌بان رئال مادرید به بازی این تیم برگشتن و هنوز هم دارن بازی میکنن و خبر خوب برای رئالیا اینه که کورتوا به دروازه‌شون برگشته. البته از عملکرد فوق‌العاده لونین واقعا نگذریم، ولی خب واقعا هیچ کسی لونین رو به کورتوا ترجیح نمیده و اون اسطوره رئال مادرید برگشته. از اون طرف هم آلابا تو خط میانی هستش، رودیگر رو دیگه دارن، در واقع میلیتائو هم مصونیتش تمام شده، کارواخال هم مصدوم فعلا، ولی به نظر میرسه که به بازی با دورتموند برسه. اونم نباشه اصلا مهم نیستش، به خاطر اینکه اون کاماوینگا رو چپ میذارن راست هم میذارنش این بار، اصلا مهم نیستش. و این یه خبر خوبه برای رئالیا به خاطر اینکه اسکواد کامل یا همون تیم کاملشون رو در اختیار دارن. پس این امتیاز به هیچ تیمی نمیرسه. حالا بریم وضعیت دو تا تیم رو با هم دیگه مشاهده کنیم. رئال مادرید که تونسته یه قهرمانی زود هنگام رو به دست بیاره و برتری خودشون نسبت به رقیب دیرینش بارسلونا و اتلتیکو مادرید نشون بده، تونستن حتی یه رکورد هم داشته باشن که زود هنگام ترین قهرمانی رو داشته باشن که البته ویدیوش هم گذاشتم و اگه ندیدید حتما برید ببینیدش. از اون طرف هم توی چمپیونز لیگ دوباره به فینال اومدن و با 2 تا کامبک فوق‌العاده‌ای که مقابل منچستر سیتی و بایر مونیخ داشتن تونستن که خودشون رو به فینال برسونن تا بتونن رکورد 14 چمپیونز لیگ خودشون رو بهبود ببخشن و بکننش 15 تا. همه بازیکناشون هستن و انگیزه بسیار بالاه. از اون طرف دورتموند توی مرحله حذفی اولین مرحله حذف شد، توی لیگ 5م شده و این یعنی که سهمیه لیگ قهرمانان هم حتی نگرفته. با اینکه تونسته اتلتیکو مادرید و پاریس رو هم ببره و یه ذره انگیزه بگیره، باید مقابل رئال مادریدی بازی بکنه که 43 سال توی فینال چمپیونز لیگ نباخته و از سال 1981 هر بار که به فینال چمپیونز لیگ اومده تونسته قهرمان این رویداد بشه. پس این امتیاز هم به رئال مادرید میرسه به خاطر اینکه اونا خیلی رویه بهتری برای این بازی دارن. حالا بخوام در مورد عملکرد بازیکن‌ها بهتون بگم، وینیسیوس با 9 گل و پاس گل، یعنی مجموع 9 گل و پاس گل روی هم،
بلینگام با 8 تا و رودریگو با 7 تا 10 نفر اول لیست لیگ قهرمانان رو تشکیل دادن و جالب بهتون بگم که دورتموند تا 13 نفر اول هیچ کسو نداره. از اون طرف از لحاظ امتیاز وینیسیوس با امتیاز 8.2 و بلینگهام با امتیاز 7.76. بلینگهام 8م و وینیسیوس دومه، تونستن 10 نفر اول لیستو تشکیل بدن. شاید باورتون نشه اما نزدیکترین فرد به این لیست برای بورسیا دورتموند دفاع وسطشون متس هوملزه، اونم تو رتبه 23. خب اینم از ویدیو امروز، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. حتما کامنت کنید که به نظرتون رئال مادرید قهرمان چمپیونز لیگ میشه یا دورتموند قراره به شگفتی سازیش ادامه بده و قهرمانی رو از رئال مادرید بگیره، رکورد 43 سال نباختن رئال مادرید توی فینال چمپیونز لیگ هم بشکنه. تا یه ویدیو دیگه، پیس اوت.